به نام خداوند بخشنده مهربان. سلامی گرم خدمت مخاطبین عزیز آکادمی ماهر تجارت آراس. من افشین اسماعیلدو، خدا رو شاکرم که به من یک فرصت دیگه هم داد تا با جلسه دیگر مربوط به تشریح سوالات و پاسخنامه آزمون کارگزاری گمرک سال 1402 در خدمت شما عزیزانم باشم. دوستان بسیار بسیار خوشحالم که در این سلسله جلسات در خدمت شما عزیزان هستم. جلسات دوره کارگزاری گمرک ما در اپلیکیشن آکادمی ماهر تجارت آراس طبق زمانبندی که حالا قرار داده بودیم و طبق برنامه در حال قرار گرفتنه. اگر عزیزانی میخوان به صورت حرفه‌ای و قوی‌تر به این آزمون آماده بشن، اگر شرایطش رو دارن، پیشنهاد من اینه که حتما در این دوره بسیار بسیار عالی و پیشرفته و کامل شرکت بکنن. خب دوستان، در این جلسه ما میرسیم به بررسی سوالات 21 تا 30. 2 تا جلسه رو در خدمتتون بودیم، از سوال 1 تا 20 رو مورد بررسی قرار دادیم. اگر نکاتی بود، اگر جاهایی برای تشریح نیاز داشت، خدمت شما کامل اینا رو توضیح دادیم. و در این جلسه هم که جلسه سوم هست، ما وارد سوالات 21 تا 30 از منبع قانون و آیین‌نامه امور گمرکی میشیم و به این ترتیب انشالله ما جلسات رو پیش میبریم که سوالات رو در واقع تشریح بکنیم و نکته های مربوط به سوالات رو خدمتتون بگیم که میتونه در آزمون برای عزیزان بسیار مفید باشه و همچنین در درک دوستان از چگونگی سوالات، در مورد حالا طراحی سوالات و پاسخدهی به اونها بسیار بسیار میتونه برای شما عالی باشه. خب دوستان، اگر تا اینجای کار با ما پیش اومدین و شبکه‌های اجتماعی ما همشون نوشته شده در اینجا، خیلی خوشحال میشیم که ما رو دنبال بکنید، در یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنید و برنامه‌های ما در کانال کارگزار گمرک در تلگرام قرار میگیره. اگر وارد این کانال بشید و در اونجا عضو بشید، دیگر برنامه‌های ما که طبق در واقع برنامه‌های از پیش تعیین شده و قرار داده شده در همین کانال کارگزار گمرک است، میتونید بهره مند بشید. خب دوستان، پرقدرت و پر انرژی وارد بررسی و تشریح سوالات میشیم. تا آخر این جلسه با من همراه باشید. خب دوستان، سوال 21 میگه کالای کرانبری باید در مدتی که از طرف گمرک مبدأ تعیین می شود به گمرک مقصد برسد. مدت یاد شده را گمرک مبدأ در هر مورد با توجه به چه ضوابطی تعیین می کند؟ دوستان، سوال 21 در مورد رویه کرانبریه. یکی از همون فصلهایی که در بخش مهم هفتم ما تمام و کمال حالا در دوره توضیح دادیم. دوستان حالا خودشونم مطالعه کردن این مبحث رو. یکی از مواردیه که دوستان باید این رویه رو بسیار مطالعه بکنن، چون مطمئناً یه دونه سوال از این فصل طرح میشه و در این آزمون هم طرح شده. قبل از اینکه حالا ما وارد توضیحات این سوال بشیم، در مورد رویه کرانبری دوستان، یک کالای داخلی قراره که از یک گمرک مرزی بعد از اینکه از طریق حالا آبهای سرزمینی یا مسیرهای رودخانه یا گذر از خاک کشورهای دیگر به یکی از خاک سرزمینی و گمرک دیگری از کشور ما وارد بشه. علت ایجاد شدن این موضوع هم اینه که حالا کشور ما یک کشور فوق‌العاده پهناوریه و کشور عظیمیه. به خاطر همین یه سری کالاهایی مثلا قراره که از آبهای آزاد در واقع بره، از آبهای سرزمینی حرکت بکنه، بعد مثلا برسه به مناطق آزاد کیش، قشم یا دیگر جزایر. در این حالت این کالای داخلی امکان داره که وقتی که این آبها رو طی میکنه باعث حالا
تعظیم قرار بگیره یا این از بین بره این کالا، یا اینکه در بین راه یه سری بلاهای سر اون کالا بیاد، یا یک شخصی این کالا رو به نام کرانبری از کشور ما خارج بکنه ولی رویه های مربوط به صادرات رو انجام نده. این کلن رویه مربوط به کرانبری یا کابوتاژی کلن به خاطر همین موضوع ایجاد شده. برای این مبحث هم یه سری توضیحاتی در خود فصل مربوطش داده شده. یکی از اون توضیحاتش اینه که گمرک مبدأ باید یک مدتی رو تعیین بکنه تا در اون مدت این کالا روی وسیله حامل کالا برسه به همون گمرک مقصد. حالا میگه که این گمرک مبدأ این مدت زمان رو با چه ضوابطی تعیین میکنه؟ 1. نوع وسایل نقلیه، مسافت، کیفیت راه و فصول مختلف سال. 2. مسافت، نوع وسیله نقلیه، نوع کالا و فصول مختلف سال. 3. مسافت، کیفیت راه، فصول مختلف سال و نوع کالا. 4. نوع وسیله نقلیه، فصول مختلف سال و نوع کالا. دوستان پاسخ صحیح گزینه 1. حالا بریم به تشریح ماده‌ای که این سوال از اون طرح شده. این سوال دوستان از ماده 174 آیین نامه طرح شده. میگه کالای کرانبری باید در مدتی که از طرف گمرک مبدأ تعیین میشود به گمرک مقصد برسد. خب این مدت باید تعیین بشه. از طرف کدوم گمرک تعیین میشه؟ گمرک مبدأ. مدت یاد شده را گمرک مبدأ در هر مورد با توجه به نوع وسایل نقلیه، مسافت، کیفیت راه و فصول مختلف سال تعیین میکند. پس این موضوع دوستان در گزینه 1 دقیقاً از ماده 174 آیین نامه طرح شده که میگه که نوع وسایل نقلیه، مسافت، کیفیت راه و فصول مختلف سال تعیین میشود. در ادامه ماده 174 آیین نامه میگه علاوه بر مدت مذکور گمرک مهلت دیگری نیست برای ارائه اظهارنامه گواهی شده گمرک مقصد که حداکثر آن 3 ماه از تاریخ وصول کالا به گمرک مقصد خواهد بود تعیین خواهد نمود. دوستان وقتی که این وسیله حامل کالا به گمرک مقصد میرسه، گمرک مقصد یک اظهارنامه گواهی شده ای در داله بر این که این کالا رسیده به این گمرک مقصد و تشریفاتش رو انجام داده به شخص صاحب کالا یا نمایندهش تحویل میده و این رو باید برگردونن به گمرک مقصد و یه سری تضامین هایی که دادن اونا رو آزاد بکنن در همون گمرک مبدأ. در این حالت میگه که برای آوردن این اظهارنامه گواهی شده گمرک مقصد هم یه مدت زمانی از طرف گمرک مبدأ باید تعیین بشه که برای این موضوع آورده یک حداکثری رو گذاشته. میگه حداکثر آن 3 ماه از تاریخ وصول کالاست. یعنی وقتی که کالای ما برسه شما اظهارنامه گواهی شده از گمرک مقصد بگیرید، باید حداکثر تا 3 ماه اینو برگردونید به همون گمرک مبدأ. یعنی ماده 174 آیین نامه اینو میگه. گمرک مبدأ در این حالت میتونه 1 ماه تعیین بکنه، 2 هفته تعیین بکنه یا همین 3 ماه رو در واقع تعیین بکنه. سوال 22 در مورد محاسبه حقوق ورودیه. میگه چنانچه حقوق گمرکی کالایی برابر با 15 میلیون ریال باشد، سود بازرگانی CBT همان کالا برابر با 42 میلیون ریال، عوارض هلال احمر متعلقه معادل با 1 میلیون ریال، مالیات بر ارزش افزوده آن برابر با 54 میلیون ریال و هزینه انجام خدمات مربوط به کالا برابر با 6 میلیون ریال فرض شود. حقوق ورودی Imported Duties مربوط به کالا معادل چند ریال خواهد بود؟ دوستان حالا ما سوال اینجا رو ببینیم. یه قیمت ها در واقع مبالغی رو اینجا آورده. پاسخ صحیح هم گزینه 1. ما اگر تعریفی از چگونگی حقوق ورودی خدمتتون بگیم، این به این موضوع شما میتونید بهتر پاسخ بدید. دوستان ماده 1 قانون در حقوق ورودی تعریفی که در بند دال ماده 1 هست میگه حقوق گمرکی معادل 4% ارزش گمرکی کالا. یعنی حقوق ورودی ما تشکیل شده از این مبالغه. 4% ارزش گمرکی کالاست که این میتونه کمتر هم باشه ولی از 4% نمیتونه بیشتر باشه، چون اینجا دیگه 4% رو تعیین کردن.
یعنی حالا بنا به شرایطی مقتضیات تجاری اقتصادی بخوان اینو 4% مثلا 2% 3% تعیین بکنن، دیگه بیشتر از این نمیتونن تعیینش بکنن. و میگه که به اضافه سود بازرگانی که توسط هیئت وزیران تعیین میشود. دوستان سود بازرگانی کاملا متغیره و این سود بازرگانی توسط هیئت وزیران تعیین میشه. حقوق گمرکی توسط چه ارگانی تعیین میشه؟ توسط قانونگذار و مجلس طبق قانون تصویب میشه. معمولا هم در قانون بودجه همه ساله این مورد بررسی قرار میگیره و این موضوع رو میپردازن و این درصدها رو بالا پایین میکنن. و همچنین میگه بلا وجودی که به موجب قانون گمرک مسئول وصول آن است. حالا باید ما ببینیم که آیا غیر از حقوق گمرکی سود بازرگانی، یه هلال احمر اونجا گفت یه مالیات 10% ارزش افزوده هم هست، یه عوارض حقوق ورودی هم، یه عوارض برای بعضی از کالاهای ورودی هم تعیین شده. آیا شامل این موضوع میشه یا نه؟ به این میپردازیم. حقوق ورودی هم دوستان فقط و فقط به واردات قطعی کالا تعلق میگیرد، یعنی ما در سایر رویه ها به هیچ عنوان بحث حقوق ورودی مطرح نیست. و در ادامه چی میگه؟ میگه شامل هزینه های انجام خدمات نمیشود. یعنی در روی سوال که در این قسمت میگه که برای هزینه های انجام خدمات مربوط به کالا 6 میلیون ریال گفته، این در بند دال کاملا به این مسئله وارد شده و هزینه انجام خدمات رو اینجا کسر کرده. یعنی دیگه ما این 6 میلیون ریال رو نمیتونیم محاسبه بکنیم. ولی آیا این مالیات هم جزء حقوق ورودیه؟ در سال 1400 دوستان ماده 6 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد و مالیات و عوارض محاسبه در واردات کالا رو از حقوق ورودی استثنا کرد. گفت اینا حقوق ورودی محسوب نمیشن. در ماده 6 میگه مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی میباشد. یعنی اگر ما میخوایم مالیات و عوارضی رو حساب بکنیم، یه ارزش گمرکی باید دستمون باشه، حقوق ورودی و که تشکیل شده از حقوق گمرکی و سود بازرگانی هست رو باید به دست بیاریم. اینا رو جمع میکنیم، از همون مبلغ ما یه 10% رو به عنوان مالیات و اگر درصدهای دیگری هم بر مورد عوارض واردات کالا تعیین شده، به این شکل ما اونا رو محاسبه میکنیم. حالا عزیزانی که تا اینجا با من اومدن، من یه سوالی رو دارم. دوستان اگر بتونن به در واقع این سوال جواب بدن، در گروه کارگزاری گمرک به این مسئله وارد بشن، به در واقع در همونجا اگر جواب این سوال رو میدونن اونجا بنویسن و با هم دیگه در این مورد بحث بکنیم. دوستان میگه که مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمیشوند. خب الان ما در استرداد حقوق ورودی در حالا بعضی از شرایطی که در همون فصلش اومده، ما میتونیم حقوق ورودی که به گمرک پرداخت کردیم رو از گمرک اینو استردادش بکنیم طبق شرایطی که در فصل مربوطش هست. امکان داره این کالای ما وقتی که اومده داخل گمرک، در این حالت ما یک مالیات و عوارض رو هم پرداخت کردیم، حالا میخوام اینو طبق شرایطش حاکم شده بر این موضوع مربوط به استرداد و این کاملا میتونیم اینو استرداد بکنیم. در این حالت آیا ما مالیات و عوارض رو هم میتونیم استرداد بکنیم یا نه؟ اگر دوستان حالا در این مورد نظریاتی دارن، من خیلی خوشحال میشم که در این مورد در واقع در گروه کارگزاری گمرک یا در همین کامنت های یوتیوب برای ما بنویسن. پس دوستان طبق همین بند ما یه دونه 15 میلیون برای حقوق گمرکی رو داریم، 42 میلیون برای سود بازرگانی رو داریم و 1 میلیون هم برای عوارض هلال احمر داریم که جمع اینها میشه بند یک همون 58 میلیون ریاله که در بحث حقوق ورودی مربوط به این کالا هست و گزینه صحیح هم حساب میشه. سوال 23 میگه که در کدام یک از موارد زیر انجام تشریفات گمرکی منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می‌نماید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام می شود. یعنی میگه که در این بندهایی که در زیر میاد، در کدوم حالتش ما باید اظهارنامه رو به گمرک ارائه بدیم. حالا
این بندها رو مطالعه بکنیم. بند یک میگه لوازم شخصی، لوازم خانه و آلات و ابزار کار دستی ایرانیان مقیم خارج که فوت میشوند با ارائه صوت مجلس معترک که حداکثر ظرف 1 سال بعد از فوت توسط مأموران کنسول دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم شود و حداکثر تا 1 سال بعد از صدور گواهی انحصار وراثت وارد کشور شود. 2. لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج که مدت اقامت آنان در خارج 1 سال یا بیشتر باشد و لوازم خانه و اشیای اتباع خارجی دارای اجازه اقامت که به ایران وارد می شوند با رعایت شرایط و مقررات مربوطه خانه. 3. کالاهای مسافری، هدیه، سوغات و همچنین نمونه‌های تجاری به تشخیص گمرک. 4. کالایی که به صورت کرانبری، کابوتاژی از گمرک مبدأ خارج می شوند. دوستان پاسخ گزینه 4. چرا؟ حالا بریم به توضیح مادی که از این در واقع سوال طرح شده میپردازیم، براتون کاملا آشکار میشه این مسئله. دوستان ما در ماده 40 قانون یه سری از مواردی رو قانونگذار از تسلیم اظهارنامه معاف کرده. یعنی گفته که برای اینکه این کالاها وارد کشور بشن نیازی به دادن اظهارنامه نیست. البته در شرایطی امکان داره که مثلا یه سری روش هایی رو برای این موضوع بذاره. مثلا در موضوع مسافری میتونه به صورت حالا شفاهی باشه یا به صورت کتبی باشه، ولی اظهارنامه‌ای که به موجب فرم‌های خاصی باشه که از طرف گمرک ایران به تعداد و نسخی که تعیین میشه در این موارد لازم نیست. در بند الف میگه کالایی که بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی لازم الاجرا به موجب فرم‌های خاص اظهار و ترخیص می‌کنه. یکی از این حالت‌هایی که بر این اساس معافه و نیازی به دادن فرم خاص نیست، نیازی به دادن در واقع فرم تسلیم در واقع اظهارنامه نیست، کالاهایی که دولت ایران به موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی به اونها ملحق شده، مثل کنوانسیون تیر، کنوانسیون کیوتو و کنوانسیون‌های دیگر. ولی در این حالت هم یه سری فرم‌های خاصی رو باید بده که در همون کنوانسیون‌ها به این اشاره کرده و گمرک ایران هم به این مسائل وارد شده و تعیین کرده که این فرم‌ها باید به چه شکل باشه. حالا کاری با این مسئله نداریم. بند ب میگه کالای مسافری، هدیه و سوغات. اگر کالای مسافری شما میخوان بیارین، اگر شامل رویه مربوط به مسافری بشه، اگر بحث غیر تجاری بودن اینجا حاکم باشه، اگر به صورت تجاری باشه یا شرایطی که حالا گفته شده در کالای مسافری باشه، در این حالت شما باید شرایط عمومی رو رعایت بکنید. و میگه هدیه و سوغات، همچنین نمونه های تجاری به تشخیص گمرک که همه این مباحث رو گمرک اجرایی به این مسئله وارد میشه و اینا رو تشخیص میده. میگه آقا این نمونهتون به صورت تجاریه، اصلا این نمونه غیر تجاری نیست. در این حالت ها گمرک وارد میشه و شخص آورنده رو، صاحب کالا رو راهنمایی میکنه که برن امورات مربوط به حالا شرایط عمومی مربوط به کالای تجاری رو طی بکنن. در ادامه میگه کالاهای مشمول بندهای الف، ه، خ، دال، صاد و عین ماده 119 این قانون با صدور پته گمرکی قابل ترخیص است که 3 گزینه‌ای که در روی سوال در واقع به اون اشاره کرده، 1 2 3 که گفته شده، تمام اینها از بند ب ماده 40 قانون هستند که خب ما این بندهای ماده 119 رو هم خدمتتون توضیح میدیم. دوستان در بند آخر چرا ما باید اظهارنامه بدیم؟ چون اینجا هم در واقع پاسخ صحیح گزینه 4 دیگه، باید اظهارنامه داده بشه. چرا؟ میگه کالایی که به صورت کرانبری، کابوتاژی از گمرک مقصد خارج بشه از تسلیم اظهارنامه معافه. چون ما یک کالای داخلی رو از یک گمرک به یک گمرک دیگری اینو ارسالش کردیم، در این حالت در اون گمرک مبدأ باید اظهارنامه داده بشه. ولی اگر کالا رفته رسیده به گمرک مقصد و میخواد از اون گمرک خارج بشه، کالای داخلی شرایط خودش رو طی کرده، همون کالایی بوده که در واقع اظهار شده، در این حالت دیگه در گمرک مقصد نیازی به دادن اظهارنامه نیست و در این حالت دیگه از تسلیم اظهارنامه معافه. اینجا هم اگر شما اشاره بکنید میگه که کالایی که به صورت کرانبری، کابوتاژی از گمرک مبدأ خارج میشود. پس وقتی که از گمرک مبدأ میخواد خارج بشه باید ما
اظهارنامه رو تسلیم بکنیم. بندهای که در بند ب گفته شده، بند الفش در موردیه که در واقع نیاز به تسلیم اظهارنامه نیست. میگه کالاهای مورد استفاده متعلق به رؤسای کشورهای خارجی و همراهان آنها. فرض کنید که رئیس جمهور روسیه آقای پوتین به همراه همراهانش میاد داخل ایران، اینا مسلما یه سری کالاهایی رو با خودشون میارن. در این حالت میگه اون کالاهایی که رؤسای کشورهای خارجی و همراهان اونها با خودشون میارن، در این حالت نیازی به اظهار اونها به گمرک نیست. بند بعدی در مورد بند ه میگه لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج که مدت اقامت آنان در خارج 1 سال یا بیشتر باشد. پس اگر ایرانیانی در خارج مقیم شدن، یه سری ایرانیانی رفتن کشور ترکیه، حالا میخوام برگردن، لوازم خانه و لوازم شخصیشون هم میخوام بیارن، که در این حالت این لوازم خانه و لوازم شخصی شامل وسیله نقلیه نمیشه. میگه که این مدت اقامت اونها در خارج 1 سال یا بیشتر باشد، یعنی کمتر از 1 سال، 9 ماه، 11 ماه، 6 ماه یه شخصی رفته اقامتی کرده نمیتونه این لوازم خودش رو برگردونه. و در ادامه میگه لوازم خانه و اشیاء اتباع خارجی دارای اجازه اقامت که به ایران وارد میشوند. یه سری خارجیانی که در ایران در واقع اجازه اقامت خودشون رو گرفتن، میخوان لوازم و اشیاء خودشون رو وارد کشور بکنن. در این حالت نیازی به دادن اظهارنامه نیست، به شرطی که این 3 تا بندی که در زیر گفته شماره ها 1 تا 3 باید رعایت بشه. در ادامه میگه مشروط بر این که لوازم و اشیاء مزبور از 1 ماه قبل تا 9 ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمرکی وارد شود، موارد قوه قهریه فورس ماژور به تشخیص گمرک ایران مستثنا است. میگه این لوازم و اشیا 1 ماه قبلش میتونه بیاد، یا 9 ماه بعد اینکه این طرف اومد داخل ایران هم میتونه حمل بشه بیاد داخل ایران. حالا اگر اینجا یه قوه قهریه فورس ماژور پیش بیاد، اون وسیله حامل لوازم خانه و لوازم شخصی این شخص مورد در واقع حالا یه سری اقدامات فنی قرار بگیره، مشکلات فنی اینجا براش حاکم بشه، نتونه در مدتی بیاد، اینا شامل قوه قهریه میشه که تشخیصش رو گفته به تشخیص در واقع گمرک ایران اینو محولش کرده. یک شرط دیگر که اینجا گفته شده در بند 2 میگه لوازم و اشیاء مزبور به تشخیص گمرک با وضع و شؤون اجتماعی آنها متناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد. حالا به جنبه تجاری که خب گفتیم این در همه موارد نگاه میکنن، ولی در مورد اینکه با وضع و شؤون اجتماعی، مثالی اگر خدمتتون بگم، مثلا یه شخصی رفته در کشور حالا ترکیه به امر کارگری در یک ساختمانی پرداخته، حالا موقع برگشتش یه سری لوازم و اشیایی رو داره با خودش میاره که قیمتاش میلیاردی هست. میگه شما نمیتونید دیگه از این فرصت استفاده بکنید، یعنی از این بنده نمیتونن استفاده بکنن چون با وضع و شؤون اجتماعی اونها متناسب نیست. شرط بعدی در بند 3 میگه در 5 سال گذشته از چنین معافیتی استفاده نکرده باشد. یعنی در 5 سال اینجا یک مدتی رو گذاشته، هر ایرانی مقیم خارج که مدت اقامت آنان در خارج 1 سال یا بیشتره و یا اتباع خارجی که دارای اجازه اقامت هستند، از این فرصت بنده فقط در 5 سال 1 بار میتونن استفاده بکنن. اگر مجدد بخوان استفاده بکنن باید اون 5 سال تموم بشه و بعد اون اگر شرایط دیگر رو هم داشته باشن میتونن از این بند استفاده بکنن. در ادامه میگه کارمندان دولت که برای انجام ماموریت 1 ساله یا بیشتر به خارج از کشور اعزام میشوند، در صورتی که قبل از پایان ماموریت و توقف 1 ساله از خارج اصلاح شوند. یه سری کارمندانی از طرف دولت میرن در سفارتخونه ها، کنسولگری ها یا دیگر حالات موارد مربوط به بخش دولتی در کشور دیگری، اینا اعزام میشن که یه سری کارهایی رو انجام بدن. حالا در مدت 1 سال یا بیشتر در این در واقع توقف 1 ساله شون و قبل از حالا پایان ماموریتشون به داخل کشور اینا رو احضار میکنن. و همچنین دوستان یه سری ایرانیانی که میرن به کشور دیگری امکان داره که اونجا به ناحق از اونجا اخراج بکنن اینا رو، که تشخیص وزارت امور خارجه هم در اینجا آورده. در این حالت میگن که اون مدت 1 ساله بود، ما در بند اول خدمتتون گفتیم، میگه مشمول شرط مدت 1 سال توقف مذکور در این بند نیستن. یعنی
اینا میتونن لوازم خودشون رو بیارن. تبصره 2 در تعریف لوازم خانه است. میگه اشیایی است که به طور عرفی مورد استفاده شخص و یا خانواده صاحب آن اشیا هنگام اقامت در یک محل قرار میگیرد. حالا به صورت عرفی هم اینو حساب میکنن. تبصره 3 هم میگه اشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد میگردن نیز مشمول تحصیلات این من میشون. حالا هموطنان ما میخوان از مناطق آزاد بیان به مناطق سرزمین اصلی، مثلا از منطقه آزاد کیش میخوان بیان به مثلا اصفهان، میگه میتونن از این بند استفاده بکنن، شرایطی که در واقع اینجا گفته شد. بند خ میگه آلات و ابزار دستی هم از برگی و غیر برگی مربوط به کار یا حرفه ایرانیان شاغل در خارج و خارجیانی که به ایران میآیند. دوستان به بند کلمات دقت بکنید. آلات و ابزار دستی رو میگه، هم از برگی و غیر برگی. دیگه ماشینالاتی، تجهیزات خاصه تولیدی اینا رو نمیگه ها. فقط یه سری ابزارالات دستی رو دارن، مثل دریلی رو دارن، مثلا انبردستی رو دارن، یه همچین چیزایی رو دارن، فرزی رو حالا با خودشون میارن. اینا هم میتونن از معافیت ماده 40 استفاده بکنن، ولی 2 تا شرط داره. یکیش اینه که اشتغال آن افراد به حرفه و پیشه کار مورد ادعا به تصدیق مقامات کنسولی ایران در کشور محل اقامت قبلی آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات کنسولی ایران ارائه گواهی مقامات محلی هم میگه کفایت میکند. دوستان همینجوری اینا نمیتونن یه سری ابزارالاتی رو با خودشون بیارن، حالا چه ایرانیان شاغل در خارج باشه بخوان اینا رو به همون کشور ببرن، و یا یه سری خارجیانی که برای انجام دادن یه سری کارها به ایران میان، برای باید یه سری پروژه ها و کارهایی که باید به تصدیق مقامات کنسولی ایران برسه. یعنی یه همچین موضوع نیست که یه شخصی بگه من برای کار میرم، اینا رو برای فلان کاری دارم با خودم میبرم، اینا مورد قبول نیست. و در ادامه میگه از 1 ماه قبل از ورود تا 9 ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمرکی برسد که مشابه با اون بند قبلی بود. بند دال میگه لوازم شخصی، لوازم خانه، آلات و ابزار کار دستی. دقت بکنید که چه اشیاها و مواردی رو اینجا بهش اشاره میکنه، یعنی همه موارد رو اینجا نمیگه. برای ایرانیان مقیم خارج که فوت میشوند در خارج از کشور، یک ایرانی که مقیم اون کشور خارجی بوده اونجا فوت میکنه، به چه شکل میتونه از این معافیت استفاده بکنه؟ میگه با ارائه صورت مجلس معترک که حداکثر ظرف 1 سال بعد از فوت. در این حالت یک صورت مجلسی به معترک اون چقدره، چند تاست یا به چه شکله، اینو تنظیمش میکنن ظرف 1 سال بعد از فوت. توسط مأموران کنسول دولت جمهوری اسلامی ایران این تنظیم میشه و حداکثر تا 1 سال بعد از صدور گواهی انحصار وراثت وارد کشور بشه. یعنی این صورت مجلس معترک، یعنی اون لوازم از شخصی، لوازم خانه، آلات و ابزار کار دستیش باید توسط مأمور کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران صورت مجلس بشه. بعد اون حداکثر تا 1 سال بعد از صدور گواهی انحصار وراثت، ورثه‌اش در داخل ایران میان تعیین انحصار وراثت میکنن در شورای حل اختلاف، و این کالاها حداکثر تا 1 سال هم باید بیاد به داخل کشور. تبصره هم میگه مقام محلی به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت نباشند صلاحیت تنظیم صورت مجلس مذکور را دارند. تبصره هم در مورد مقامات محلیه که در واقع به تشخیص وزارت امور خارجه اگر در کشوری در واقع مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران نباشه صلاحیت تنظیم صورت مجلس رو هم دارن که به این مسئله وارد شده. بند 3 سوخت و روغن مصرفی وسایل نقلیه به میزان متعارف در ورود و خروج از کشور. حالا یه سری وسایل نقلیه میخوام وارد کشور بشن یا خارج بشن، اگر سوخت و روغن مصرفی رو داشته باشن که به صورت متعارف هم باید باشه، نیازی به دادن اظهارنامه نداره. در ادامه میگه کالانما، کاتالوگ، دفترک، بروشور، تقویم، لوح‌های فشرده تبلیغاتی، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا و نقشه‌های فنی فاقد جنبه تجاری، که این هم بند آخره. یه سری کالاهایی رو اینجا آورده، گفته که اینا هم از تسلیم اظهارنامه معاف هستن به شرطی که فاقد جنبه تجاری باشن.
پس دوستان با این توضیحاتی که خدمت شما کامل ارائه شد، پاسخی که در واقع اینجا هم خدمتتون گفتیم، حالا برسیم به اون اسلاید، همین بحث مربوط میشه. چون اگر بندهایی که ما مطالعه کردیم تطابق بدین شما، همه این 3 تا بند معاف از تسلیم اظهارنامه بودن. سوال 24 میگه وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری اهم از پر یا خالی با رعایت چه شرایطی میتوانند به صورت موقت یا عبوری وارد قلمرو گمرکی بشوند؟ بندها اومده در خارج یا داخل به ثبت رسیده باشند و برای حمل و نقل داخلی یا خارجی مورد استفاده قرار گیرند. 2. در خارج یا داخل به ثبت رسیده باشند و برای حمل و نقل داخلی مورد استفاده قرار نگیرند. 3. در خارج به ثبت رسیده باشند و برای حمل و نقل داخلی مورد استفاده قرار نگیرند. 4. در خارج به ثبت رسیده باشند و برای حمل و نقل داخلی مورد استفاده قرار گیرند که خب پاسخ گزینه 3 است و دقیقاً از خود ماده 96 قانون طرح شده. در یکی از فصل‌هایی که در بخش 7 به این اشاره کرده. دوستان من از اهمیت بخش 7 هر چقدر بگم باز کمه. میگه وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری اهم از پر یا خالی میتواند به صورت موقت یا عبوری وارد قلمرو گمرکی شود، مشروط بر اینکه در خارج به ثبت رسیده باشد و برای حمل و نقل داخلی مورد استفاده قرار نگیرد. این وسایل نقلیه در مهلت تعیین شده توسط گمرک باید بدون هر گونه تغییر بجز تغییرات ناشی از استهلاک از مرزهای رسمی کشور خارج بشوند. دوستان یه سری وسایل نقلیه‌ای کالاهایی رو داخل کشور میارن، مسافرین رو داخل کشور میارن یا از کشور در واقع اینا خارج میشن. میگه که اگر اینا بخوان به صورت موقت وارد قلمرو گمرکی بشن، باید در خارج اینا ثبت شده باشن و برای حمل و نقل داخلی مورد استفاده قرار نگیرن. در این حالت هم مثل رویه ورود موقت یه مهلتی تعیین میشه که در این مهلت از مرزهای کشور باید خارج بشن و بدون هر گونه تغییر باید صورت بگیره. فقط استهلاک باید اینجا مد نظر قرار نمیگیره که خب همین موضوع کاملا در فصل مربوط به رویه ورود موقت به این مسئله وارد شده بود. سوال 25 دوستان جای دقت کردن رو داره، یعنی باید این حالا تاریخ‌هایی که اینجا اومده یه مقدار دقت بکنیم. دوستان وقتی که شما در آزمون یه همچین سوالهای بزرگی رو داریم میبینین که حالا جملاتش خیلی زیاده، اینا رو باید دقت بکنید. از یک سوالات بسیار آسانیه، یعنی درسته که حالا این بندهاش زیاده باید مطالعه بکنید فلان، ولی این پاسخدهیش بسیار بسیار آسانه. یک کوچولو اگر شما در این مورد رو تحلیل بکنید میتونین رو جواب بدین. دوستان اگر سوالی هم بندهاش زیاده، این خود شما رو خیلی راهنمایی میکنه که شما بفهمین که از کجا اومده و از کدوم قانونه و به چه شکل باید به این پاسخ بدین. یعنی در بین همین بندها شما میتونید یه سری نکاتی رو اینجا پیدا بکنید و پاسخ صحیح رو جواب بدید. میگه صاحب کالایی که میخواد کالا به خارج سفارش دهد در تاریخ 1/6/1401 شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پیشبرگ پروفورم و بیان مشخصات کالا و تصدیق به اینکه کالا حداکثر تا چه مدت به ایران میرسد از گمرک ایران استعلام مینماید. پس دوستان این در حالتیه که یه صاحب کالایی کالا رو خرید نکرده، میخواد سفارش بده هنوز. میگه پس از تعرفه بندی در تاریخ 12/6/1401 نظر گمرک ایران به تایید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی رسیده. پس کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی هم اینو تاییدش کرده. نکاتی که این سوال هستن در تاریخ 28/6/1401 به زینف ابلاغ می شود. چنانچه صاحب کالا نسبت به ورود کالای موضوع پیشبرگ در تاریخ 28/1402 اقدام و کالا را در تاریخ 3/9/1402 به گمرک اظهار نماید، کدام مورد در خصوص تعرفه بندی مزبور صحیح است؟ باید دقت بکنیم. ما چهارگزینه‌ها میگه برای گمرک الزامی نیست، 2 برای گمرک و صاحب کالا الزامی است، 3 هم از نظر شماره کالا و هم از نظر شرایط ورود کالا برای گمرک الزامی است، 4 از نظر شماره تعرفه کالا برای گمرک الزامی بوده لیکن از نظر شرایط ورود کالا الزامی نیست. پاسخ صحیح گزینه 1. چرا؟ بریم ماده 43 قانون که این سوال از اون طرح شده رو کامل خدمتتون توضیح بدم.
نکاتش رو خدمتتون بگم، خودتون کامل متوجه بشین که این سوال به چرا طرح شده و چرا پاسخ گزینه 1. دوستان اگر ما بخوایم از گمرک شماره تعرفه صحیح کالامون رو استعلام بکنیم به عنوان صاحب کالا یا نماینده قانونی، در 2 تا حالت میتونیم اینو انجام بدیم. یا کالای ما اومده در داخل گمرک، یا کالای ما حال سفارش دادنه، یعنی خریدی صورت نگرفته، فقط ما سفارش دادیم. ماده 43 در اولین حالتش میگه در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی و شماره تعرفه صحیح کالا خود را نداند، میتواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید. یعنی کالا اومده داخل گمرک ولی تنظیم اظهارنامه صورت نگرفته. قبل از اینکه تنظیم اظهارنامه بکنی باید اسناد مالکیتت رو ارائه بدی و تعیین تعرفت رو هم اگر هزینه‌ای بخواد باید پرداخت بشه. در این حالت میگه گمرک نظر مشورتی میده، یعنی دیگه تا اینجای ماده که ما داریم مطالعه میکنیم هیچ گونه الزامی به گمرک نداره. در ادامه میگه این تعرفه بندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذینفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شود. میگه که این تعرفه بندی در حالتی الزامیه که به درخواست شخص ذینفع که در واقع صاحب کالا یا نماینده قانونیشه به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع بشه و در این حالت تعیین بشه. در این حالت برای گمرک این الزام آوره، یعنی دیگه این تعرفه ای که در واقع تعیین شده دیگه این برای گمرک چیه؟ الزام آوره، یعنی دیگه زیر این نمیتونه بزنه. ولی در شرایط بالا که گفته شد فقط نظر مشورتی میده، یعنی فردا اگر اینو در واقع اظهارنامه‌اش رو تنظیم بکنه با اون کد تعرفه وارد کشور بکنه، در واقع تنظیم بکنه و بخواد که تشریفات گمرکی رو انجام بده، در این حالت اگر اختلاف اینجا صورت بگیره گمرک جریمه رو اخذ میکنه. ولی وقتی که الزام آور میشه دیگه جریمه نمیتونه اخذ بکنه. حالا ما اینو مطالعه میکنیم. و بند بعدیش در حالت یک شخصی میخواد کالا رو به خارج سفارش بده، فقط میخواد سفارش بده، یعنی اینجا دیگه بحث مربوط حالا به صاحب کالا یا نماینده قانونیش نیومده. چرا نگفته این رو؟ چون هنوز کالای خریداری نشده، فقط میخواد سفارش بده. میگه قبل این که حالا به خارج سفارش بده میاد چیکار میکنه؟ میگه میخواد شماره تعرفه رو استعلام بکنه، ببینه آقا چند درصد به این در واقع شامل میشه که بخواد اونو پرداخت بکنه، چند درصد حقوق ورودی، سود بازرگانی، همه اینها در همون شماره تعرفه نوشته شده دیگه. باید چیکار بکنه؟ میگه میتوانند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را، یعنی هم شماره تعرفه و هم شرایط ورود رو با ارسال نمونه و پیشبرگ پروفرم اینا رو باید انجام بده و بیان مشخصات کالا، یعنی مشخصات کالا رو هم باید کامل بنویسه و تصریح به این که حداکثر تا چه مدت به ایران میرسد از گمرک ایران استعلام نماید و باید این رو هم تصریح بکنه که این کالای ما تا چه مدت قراره به ایران برسه. حالا من برم به این طریق یه شماره تعرفه بگیرم 20 سال بعد بخوام اینو بیارم، به همین استناد بکنم 10 سال بعد اینو بیارم، 2 سال بعد بیارم، یه مدت زمان اینجا تعیین شده که مطالعه میکنیم. در این حالت میگه از گمرک ایران باید استعلام بکنه دیگه، اینجا بحث گمرک خالی رو نیاورده، باید از گمرک ایران استعلام بکنه. در ادامه میگه که این تعرفه بندی وقتی برای گمرک الزامی است که به تایید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی برسه. تا اینجا مشترک با بند اوله. در ادامه میگه که کالای مورد بحث برای یک بار گشایش اعتبار بشه، یعنی این کالای ما باید یک بار گشایش اعتبار بشه، برای یک ثبت سفارش این کارو میتونه انجام بده، برای مباحث دیگه، برای حالا گشایش اعتبارهای دیگر از همون حالا کالا باشه ها بخواد 5 تا گشایش اعتبار داشته باشه، در این حالت شامل نمیشه، فقط برای یک بار اینو گشایش اعتبارش بکنه و تا 1 سال بعد از ابلاغ رأی توسط استعلام کننده، یعنی 1 سال باید اون مدت ابلاغ رو در نظر میگیرن.
در اون یک سال یا گشایش اعتبار بشه یا وارد کشور بشه. یعنی این دوتا حالت رو باید میتونه داشته باشه، یعنی یا گشایش اعتبار بشه یا وارد کشور بکنه. در خود این سوال هم دقیقاً دوستان به این مسئله اشاره کرده، یعنی در 1/6 این بحث مربوط به مشخصات کالا، مدت زمانش رو اینا رو به گمرک داده. تاریخ 12/6 این تعرفه بندی از طرف کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی تعیین شده، یعنی الزام آور شده. در تاریخ 28/6/1401 میگه که حالا به ذینفع ابلاغ شده ولی تاریخی که این شخص نسبت به حالا ورود کالاش اقدام کرده میگه 20/8/1402 میگه اقدام کرده. کالا را در تاریخ 3/9/1402 به گمرک اظهار کرد. یعنی این مدت زمانی که اینجا گفته شده بود از این 1 سالها بیشتر شده. وقتی که از اون مدت بیشتر بشه دیگه برای گمرک الزامی رو نداره، طبق همین بندی که ما اینجا مطالعه کردیم. در ادامه هم در تبصره میگه که اگر گمرک کالای صادر شده رو تعیین تعرفه بکنه در صورت تغییر تعرفه بر اساس تشخیص جدید گمرک، یعنی این تعیین تعرفه هم باز میتونه توسط گمرک مورد خدشه قرار بگیره و یه تعرفه دیگه ای رو بذارن. اگر حالا این تعرفه جدید مورد اعتراض هایی قرار بگیره که خب ما با این کاری نداریم، یعنی اون اعتراض ها باید در واحدهای ستادی تعرفه در خود گمرکات اجرایی مورد بررسی قرار میگیره. اگر اعتراضی باشه صورت میگیره، موضوع به کمیسیون تجدید نظر، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی بدوی و تجدید نظر میره. دیگه ما با اون کاری نداریم که در این حالت فقط به اخذ مابعد تفاوت اقدام میشه و مشمول پرداخت جریمه هم نیست. یعنی اگر کد تعرفه ما شده 15% قبلا در واقع تعیین شده، الان این کد تعرفه ما شده 20%، فقط همون 5% رو اینجا اعمال میکنن. سوال بعدی دوستان در مورد سوال 26 میگه کالای موضوع پروانه عبور خارجی را میتوان با موافقت 3 نکته به گمرک‌های داخلی در طول مسیر عبور تحویل و برای سایر منظورهای مربوط به کالای ورودی موضوع ماده 47 قانون امور گمرکی اظهار و طبق مقررات مربوط ترخیص نمود، به شرط اینکه در 3 نکته در این موارد پروانه عبوری توسط گمرک 3 نکته ابطال و مراتب گمرک‌های ورودی و خروجی اعلام بشه. دوستان این سوال کاملا از روی ماده هست که از دقیقا همون ماده رو این 3 نکته رو اینجا آورده، کلا متن دقیق ماده رو اینجا به اون اشاره کرده. حالا بریم ماده رو مطالعه بکنیم. در ماده 102 آیین‌نامه میگه شرایط تغییر عنوان عبور خارجی که در ماده 102 آیین‌نامه که به مبحث مربوط به شرایط تغییر عنوان عبور خارجی، یعنی اون کالایی که به عنوان عبور خارجی قراره وارد کشور بشه از یک مرزی و از مرز دیگر کشور خارج بشه رو ما در شرایط میتونیم تغییر عنوان بدیم و در داخل کشور اینو ترخیصش بکنیم یا به رویه‌های دیگر اینو ببریم. میگه کالای عبوری را میتوان با موافقت گمرک ایران، یعنی بحث گمرک ایران اینجا هستا، به گمرک‌های داخلی در طول مسیر عبور تحویل و برای سایر منظورهای ماده 47 قانون اظهار و طبق مقررات مربوط ترخیص نمود، به شرط اینکه در کالا دخل و تصرفی نشده باشد. پس اگر یک کالایی از گمرک ورودی اومده در طول مسیری که داره طی میکنه تا از یک گمرک مرزی دیگری خروج پیدا بکنه، در طول این مسیر ما باید موافقت گمرک ایران رو بگیریم و منظورهای ماده 47، حالا اینو میخوایم تبدیلش بکنیم به عبور داخلی، ورود قطعی، ورود موقت برای پردازش. در این حالته که این مباحث ما وارد میشیم و این اظهار رو به کدوم عنوان میخوایم تغییر بدیم مشخص میکنیم و میتونیم در واقع اینو تغییر عنوان بدیم. تنها یک شرط اینجا هست، میگه که در کالا دخل و تصرفی نشده باشد. در ادامه میگه که در این موارد پروانه عبوری توسط گمرک داخلی ابطال و مراتب به گمرک‌های ورودی و خروجی اعلام خواهد شد. در این حالت هم اگر همون گمرک عبوری پروانه عبوری رو ابطال میکنه و این ابطال شدن و تغییر عنوان رو به گمرک‌های ورودی و خروجی اعلام میکنه. دوستان پس در این حالت با موافقت گمرک ایران و
در این مورد به شرط اینکه گفتیم در کالا دخل و تصرفی نشده باشد و توسط گمرک داخلی، همون گمرکی که در طی مسیر هست، ابطال میشه و مراتب به گمرک‌های ورودی و خروجی اعلام میشود. یک بحثی که از رویه مهم مربوط به عبور خارجی طرح شده که جای خیلی بحث و بررسی داره و دوستان در مورد رویه ها مخصوصا حالا بخش هفتم خیلی دوستان زوم بکنن. سوال 27 میگه مأمور سیاسی الف مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی متعلق به کالای مورد استفاده شخصی مأموران سیاسی موضوع ماده 36 قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب با رعایت مقررات مربوطه می باشد. یعنی یه شخص الفی مأمور سیاسیه و شرایطش رو داره که مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی. میگه این شخص علاوه بر اینکه مأمور سیاسیه، پیک سیاسی هم هست. علاوه بر بسته های پست سیاسی در موقع ورود به کشور محموله های دیگری همراه داشته باشد که همراه داشته باشد. کدام مورد زیر صحیح است؟ یه مأمور سیاسی مشمول معافیت و علاوه بر اینکه مأمور سیاسی پیک سیاسی هم هست، یعنی یه سری بسته های پست سیاسی هم با خودش داره. میگه کدام یک از موارد زیر صحیحه؟ یک، محموله های مذکور نیازی به ورقه مخصوص پیک سیاسی و روادید ندارد و ترخیص آنها در صورت دارا بودن شرایط لازم بسته های پست سیاسی بلامان است. دو، محموله های یاد شده با تنظیم صورت مجلس توسط گمرک پلم و با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه باز شده و چنانچه واجد شرایط مقرر نباشد اجازه ورود داده نمی شود. سه، آن محموله ها تابع مقررات عمومی خواهد بود ولی با توجه به توضیحات ارائه شده در متن سوال شخص الف می تواند از معافیت قانونی در حدود مقررات مربوط به معافیت ها برای محموله های مزبور استفاده نماید. 4، شخص الف مسافر عادی تلقی و آن محموله ها غیر از بسته های پست سیاسی تابع مقررات عمومی خواهد بود و تشریفات اعاده به خارج مرجوعی درباره محموله های همراه وی انجام می شود. حالا پاسخ صحیحش گزینه 3 است. دوستان دقیقاً این سوال از تبصره که ماده 151 آیین نامه در واقع طرح شده و اگر دوستان بهتر بخوانین سوال رو درک بکنن باید مبحث مربوط به حالا پیک سیاسی که در واقع حامل بسته های پست سیاسی هست رو حتما مطالعه بکنید، چون بهتر میتونید اینو درک بکنید و این سوال رو پاسخ بدید. ولی تبصره که ماده 151 که از این مبحث طرح شده این سوال میگه چنانچه پیک سیاسی علاوه بر بسته های پست سیاسی محموله های دیگری همراه داشته باشد آن محموله ها تابع مقررات عمومی خواهد بود. یعنی دقیقاً هم در همین سوال به این موضوع وارد شده. علاوه بر میگه بسته های پست سیاسی محموله های دیگری را همراه داشته باشد. در ادامه میگه ولی اگر حامل بسته پست سیاسی علاوه بر عنوان پیک سیاسی از اشخاصی باشد که از نظر قانون دارای حق استفاده از معافیت خاصی است، میتواند از معافیت قانونی در حدود مقررات مربوط به معافیت ها استفاده نماید و در غیر این صورت مسافر عادی تلقی و تشریفات مقرر درباره محموله های همراه وی انجام می شود. اینم در حالتیه که حالا اگر در اون مورد حالا تابع مقررات عمومی بشه، اگر از جای دیگری، یعنی در ادامه هم وقتی میگه که علاوه بر این که مأمور سیاسی پیک سیاسی هم باشه، دقیقاً این بند آخر تبصره همینو میگه، دارای معافیت خاصی هم هست که در ادامه به این مسئله میگه با توجه به توضیحات ارائه شده در متن سوال شخص الف میتواند از معافیت قانونی در حدود مقررات مربوط به معافیت ها برای محموله های مزبور استفاده نماید. دقیقاً تبصره که ماده 151 هم همین رو میگه از این معافیت ها میتونه استفاده بکنه. در غیر این صورت، یعنی اگر معافیت خاصی رو نداشته باشه، مسافر عادی تلقی و تشریفات مقرر درباره محموله های همراه وی انجام می شود. سوال 28 در مورد ارزش گذاری کالای ورودی میگه صحیح ترین مورد در خصوص ارزش گمرکی کالای ورودی کدام است؟ دوستان یه سری بندهایی رو آورده دیگه، ما اینا رو مطالعه نمی کنیم، مستقیم میریم. حالا گزینه 2 است.
از ماده 14 قانون این طرح شده و این ماده بسیار مهم رو خدمت شما توضیحاتش رو ارائه میدیم. دوستان، ارزش گذاری کالای ورودی ما یه دونه کاست داریم که میشه همون ارزش بهای خرید کالا در مبدأ، یعنی ما این کالا رو در مبدأ به چه قیمت خریدیم، روی اون قیمت خرید کالا یه هزینه بیمه $900,000 رو اضافه میکنیم. هزینه حمل و نقل داده ایم که 100% اینو آوردیم به اولین دفتر گمرکی حساب میکنیم و سایر هزینه هایی که با آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق میگیرد. سایر هزینه ها در تبصره 1 و 2 اومده ماده 14 که هزینه های مربوط به تبصره 1 رو ما باید اضافه بکنیم، هزینه های مربوط به تبصره 2 نیازی به اضافه کردن نیست و میگه که این ارزش گذاری از روی سیاهی خرید کالا یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می شود و بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است که این ماده یکی از ماده های بسیار بسیار مهمیه که دوستان باید به این مسئله وارد بشن و این موضوع رو چندین بار مطالعه بکنن. پس طبق موردی که ما خوندیم گزینه 2 درسته، میگه ارزش گمرکی کالای ورود در همه موارد، یعنی کالای ورود در همه موارد در تمامی رویه ها منظوره، از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه حمل و نقل سیف به اضافه سایر هزینه‌ای که با آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهی خرید یا سایر اسناد تسلیم صاحب کالا تعیین می‌شود. دوستان، این بند هم بند کاملی نیست، چون بعد از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ که طبق همین ماده باید هزینه بیمه رو می آورد، باز بیمه رو نیاورده. ولی اگر دوستان یه بار این متن رو کامل مطالعه بکنن متوجه میشن که این گزینه صحیحی است که از ماده 14 قانون به این موضوع اشاره کرده. در ادامه میگه اگر کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی از بین برود یا آسیب ببیند، مرجع تحویل گیرنده در چه صورتی مسئول پرداخت غرامت خواهد بود؟ یعنی یه کالایی اومده دست انبارها، این در مدت توقفش در همون مدت موجب آسیب شده، حالا در این حالات مرجع تحویل گیرنده باید غرامت پرداخت بکنه. میگه 1 به دلیل خسارت ناشی از بدیهی بسته‌بندی کالا، 2 به دلیل قوه قهریه، 3 به دلیل خسارت ناشی از کیفیت کالا، 4 همه موارد. دوستان، پاسخ صحیح اینجا نیست، ولی گزینه 4 باید حالا هیچ کدام بود. طبق همین ماده حالا خدمتتون توضیح میدیم که متاسفانه به صورت درست طراحی نشده این سوال. ماده 26 قانون میگه در غیر از موارد مذکور در ماده 25 قانون. خب در ماده 25 قانون یه سری شرایطی رو گفته که حالا دوستان حتما این ماده 25 رو مطالعه بکنن و موارد قوه قهریه. اگر قوه قهریه بیاد، سیلی بیاد، آتش فشانی بشه، زلزله‌ای بشه یا اعتصاباتی صورت بگیره که این مبحث مربوط به قوه قهریه در قانون قاچاق کالا و ارز به این مسئله وارد شده و در قوانین مدنی یک کشور ما هم به این موضوع وارد شده. میگه خسارت ناشی از کیفیت کالا یا بدی بسته‌بندی هم اگر باشه، اینا میگه ارتباطی به این مبحث نداره. به خاطر همین میگه در غیر از موارد مذکور، یعنی اگر این موضوعات باشه دیگه انبارهای عمومی دیگه هیچ گونه غرامتی رو پرداخت نمیکنه. در غیر این صورت هر گونه بلا، مصیبتی، مسئولیتی، خسارتی بر همون کالا در توقفش در انبارهای گمرکی وارد بشه، مرجع تحویل گیرنده مسئول پرداخت غرامت است. پس در این حالت وقتی که میگم به خاطر خسارت ناشی از بدی بسته‌بندی، قوه قهریه، ناشی از در واقع کیفیت کالا، اینا غیر از مواردی، یعنی اینا اگر باشه در این حالت خسارت بیاد، انبارها هیچ هزینه‌ای پرداخت نمیکنه به عنوان غرامت. پس در این حالت باید میشد هیچ کدام. تبصره 1 میگه پرداخت غرامت یا صرف نظر کردن صاحب کالا از دریافت آن رافع مسئولیت مرجع تحویل گیرنده در مورد حقوق دولت نیست و در صورت ثبوت تقصیر و احراز تخلف باید حقوق ورودی متعلق به کالای از بین رفته را پرداخت نمود. یعنی یه غرامتی تعیین شده، ثابت شده که مرجع تحویل گیرنده یا شخص در واقع انبارها باید این غرامت رو پرداخت بکنه و ثبوت تقصیر همینجا صورت گرفته. صاحب کالا میگه آقا من نمیخوام این غرامت رو، یا صاحب کالا میگه غرامت منو بده. در هر صورت این بحث حقوق ورودیش رو باید مرجع تحویل گیرنده به
گمرک باید پرداخت بکنه که تبصره یکم به این موضوع میاد. دوستان سوال آخر میگه کدام مورد در خصوص تعیین ارزش کالا صحیح نیست؟ دوستان وقتی که روی سوالات رو میخونید بسیار بسیار دقت بکنید، چون در اینجا به موضوع صحیح نیست اشاره کرده ها. در اینجا دوستان به 4 تا مبحث وارد میشه. حالتی که صحیح نیست گزینه یکه. ما بقیه گزینه ها درسته، هر کدومش از یک قسمت از ماده مربوط به بخش دوم تعیین شده و دقیقاً همون ماده است. حالا دوستان اگر بخش دوم قسمت ها رو مطالعه بکنن این ماده ها رو بدون کم و کسری آورده اینجا نوشته. حالا چرا گزینه یک صحیح نیست؟ در ماده 22 آیین میگه گمرک ایران میتواند به منظور تعیین ارزش کالای صادراتی از این کارگروه استفاده بکنه، ولی در بند 1 میگه کالاهای وارداتی و صادراتی. دوستان در تعیین ارزش کالای وارداتی ما در بخش دوم و در واقع فصل اولش کامل در این موضوع قانونگذار وارد شده، در خود قانون و در آیین نامه که خب هیئت وزیران اینو تصویبش کرده به مرتبه ها و سلسله مراتبی وارد شده و گفته که اگر ارزش کالایی ورودی میخواد به کشور بیاد به چه شکل تعیین بشه، اگر گمرک میخواد اینو ردش بکنه نامتناسب بدون این رو به چه شکل و با چه شرایطی این ارزش کالا باید تعیین بشه. به همه این مباحث کامل وارد شده. خب ولی در مورد صادرات رویه ارزش گذاریش خیلی فرق میکنه. حالا فصل بعدیش هم که مربوط میشه به ارزش گذاری کالای صدوری، مبحث اول مبحث دوم، در بخش دوم ما یه فصل دوم هم در مورد قواعد مبدأ داریم. اگر این 2-3 تا این مبحث 2 3 4 رو دوستان مواد قانونیش رو در بخش دوم برن، مخصوصا در ارزش گذاری کالای صدوری که خب دقیقاً از خود ماده اومده بدون کم و کسری، این در مورد ارزش گذاری مربوط به ماشینات راهسازی، جرثق لیفتراک و غیره که خب در ماده مربوطش اومده، وارد کنندگان هم میگه میتونن توسط گمرک در جریان چگونگی تعیین ارزش کالای وارداتیش بشن، یعنی درخواست کتبی رو میدن و در جریان چگونگی این موضوع قرار میگیرن. پس پاسخی که اینجا به عنوان پاسخ صحیح نیست گزینه یکه و علتش هم در مورد ارزش گذاری کالای وارداتی و صادراتیه. خب دوستان ما این جلسه رو هم حالا به پایان میرسونیم، جلسه سوم رو. حتما خود دوستان این موادی رو که مطالعه میکنن بسیار بسیار روی مواد زوم بکنن، روی مواد به شکل ریز نگاه بکنن، تست های مربوطه رو بزنن و انشالله که حالا دوستان در آزمون هم موفق میشن. دوستان من خدمتتون باز میگم اگر میخواید که به شکل عالی‌تر آموزش های ما رو دنبال بکنید و با ما همراه باشید، مطمئنم که شانس قبولیتون خیلی میره بالاتر، چون اگر اطلاعات کافی مربوط به این آزمون رو به دست بیارید، اگر نکات مواد رو به دست بیارید، علاوه بر اون شما تست های مربوطه رو هم بزنید، مطمئناً جزء قبولی ها در این آزمون قرار میگیرید. خب دوستان ما به پایان این جلسه میرسیم. تا جلسه آینده شما عزیزانم رو به خدای بزرگ میسپارم.